توی این تکنیک دوخت ما ژور پیچ رو میخوایم با هم یاد بگیریم. برای ژور پیچ اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که کادر ژور رو از 1.5 سانت تا 2 سانت در نظر بگیریم. سوزن رو از کنار دندونموشی که زده بودم میارم رو و اینجا یک دونه دندونموشی دیگه زدم برای که نخ من محکم بشه. تعداد تارهایی که برمیدارم برای ژور پیچ زوج هست. 6 تار رو جدا میکنم. نخ روی کار هست. این قلق هایی که دارم میگم رو با دقت گوش کنید. نخ روی کار 6 تار رو جدا میکنم. 2 3 4 5 و 6. نخ رو میبرم پشت کار. نخ پشت کار و از وسط 6 تا تاری که جدا کرده بودم میارم نخ رو روی کار و از کنار اولین دسته به این شکلی که میبینید سوزن رو از زیر تمام تارها عبور میدم، میکشمش. ببینید پیچی که میخوام ایجاد میشه. دوباره 1 2 3 4 5 و 6. 6 تار جدا میکنم برای دسته بعدی. سوزن میره پشت کار و از وسط تارها سوزن رو میارم روی کارم و اینجا از پشت دسته دوم و از زیر تمام تارهایی که گرفته بودم سوزن رو رد میکنم و میکشمش. ببینید این بار میخوام با دسته 8 تایی شروع کنیم. دسته 8 تایی رو میخوام بهتون نشون بدم که ببینید به چه شکل میشه. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 8 تا تار و نخ رو جدا میکنم برای اینجا، برای این دسته 8 تایی که میخوام. شما با 6 تایی شروع میکنید تا انتها به همون ترتیب با 6 تا تار باید برین جلو. اینجا دارم من این کار رو میکنم تا شما ببینید با دسته 8 تایی به چه شکل در میاد. سوزن رو از وسط میارم روی کار. ببینید به این شکل. بعد از اینجا از کنار دسته و از زیر تمام تارها سوزن رو رد میکنم. نخ رو میکشم. ببینید دسته بعدی رو میخوام با 4 تایی بهتون نشون بدم. 1 2 3 1 2 3 و 4. سوزن میره پشت کار سوزن پشت کار. از وسط دسته 4 تایی سوزن میاد رو و از کنار از زیر تمام تارها سوزن رو رد میکنم و میکشمش. ببینید این پیچ با 4 تار نخ، این با 8 تا تار نخ و این هم باش. خب این تا اینجا. بعد حالا میام با 2 تا تار نخ. میخوام اینم بهتون نشون بدم که به چه شکل میشه. سوزن رو میبرم پشت کار. از وسط تارها میارم روی کار و از پشت و از زیر 2 تا تار سوزن رو رد میکنم و میکشمش. ببینید خیلی خودشو نشون نمیده. ببینید ژور با پیچ با 2 تا تار خیلی خودشو نشون نمیده. نهایت شما کمترین تعداد تارهایی که برمیدارید 2 تار باشه. یه دونه دیگه میرم که کاملا یاد بگیرید و تمام. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا تار نخ رو جدا میکنم. سوزن میره پشت کار.
از وسط تارها سوزن رو میارم روی کارم به این شکل و از کنار تارهایی که گرفتم سوزن رو رد میکنم از زیر همه تارها و به این شکل نخ رو میکشم. به انتهای کار که رسیدیم، خب ببینید نخ به این شکل میاد روی کار. خب از وسط دندون موشی ها از کنار و وسط کادر ژورتون نخ رو میبرید پشت، بعد به این شکل میانید رو و اینجا یه دونه دندون موشی میزنید. اینجا یه دونه دندون موشی محکمش میکنید و نخ میره پشت کار و با دندون موشی های پشت کار گره پشت کار رو به همون شکلی که توی آموزش های قبلی یاد گرفتید زده میشه و تمام.